الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 44 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما باقی مانده از درجه های شرک را بیان خواهیم کرد. بله، در حلقه گذشته، حلقه 43، به شما ذکر کردیم که شرک به خودش درجات دارد، یعنی شرک هم گوناگون است، درجه ها دارد و مخالفت نمودن به توحید نیز درجه ها دارد. اولین و بدترین درجه را گفتیم که این ملحد بودن است. ملحد یعنی اصلاً انکار کردن وجود الله سبحانه و تعالی، بالکل، یعنی تماما انکار کردن الله سبحانه و تعالی، که این مذهبی کمونیست ها که با زبان عربی شیوعیه میگند، دهری ها، مذهبی فرعون که منکر وجود الله سبحانه و تعالی بود. و بیان کردیم که درجه دوم از درجه الحاد کمی بالاتر این انکار ربوبیت الله هست، یعنی تمام نمود توحید رو انکار کردن. توحید ربوبیت رو وقتی که انکار کرد، پس دیگر تمام نمود توحید ها رو انکار کردن و در همین حالت ایمان به وجود الله سبحانه و تعالی. یعنی این مذهبی فلسفه است، خیلی که بیان کردیم اهل کلام، اهل فلسفه، مذهبی فلسفه همین است که یعنی میگند یک قوه وجود دارد، یک علت وجود دارد، اما این الله نمیگند، یک قوه وجود دارد میگند. اما این قوه خالق و رازق و مدبر و باید عبادت کرده شود نیست. همه اینش باقی مانده این کار میکند که فلسفه ها هم آخر امرشون انا من ملحد شدن است. فرقه سوم یا درجه سوم شرک را بیان نمودیم در حلقه گذشته که فرقه سوم یا که درجه سوم مشرکین این است که میگویند ما ایمان به ربوبیت الله میاریم، اما الله را در این ربوبیتش یگانه نمیشناسیم. یعنی ربوبیت الله را باوری داریم، اما دیده و دانسته توحید در ربوبیت را انکار میکنیم. سبحان الله. پس اینها الله سبحانه و تعالی را در ربوبیت تنها و یکه و یگانه نمیشناسند، بلکه بغیر الله یک اله دیگر را ثابت میکنند. میگند که الله خالق است، رازق است، مدبر است، مالک است، لیکن غیر الله با یک از مخلوقین با هست همچنین. والعیاذ بالله، که گفتیم این مذهبی مجوسا، مذهبی الله المستعان قدریه ها، مذهبی صوفی های غلات و غیر است که در حلقه گذشته در این مسئله زیاد صحبت کردیم. حالا باشد به شما درجه های نوی را ذکر میکنیم که در حلقه گذشته ذکر نکردیم. درجه 4، 5، 6 و 7. در حلقه گذشته ما به شما 3 درجه رو ذکر کردیم که هر 3 این درجه رو به شما بیان کردیم تکرارا. حالا درجه 4 رو بگیم. درجه 4 شرک و مشرکین این است که کسانی هستند که میگویند یا که یک طائفه هستند که ایمان به توحید ربوبیت الله دارند، اما به شرک واقع میشوند در بعضی از نمودها یا که قسمها یا که فرع و جزءهای
توحید ربوبیت. میگن که ما ایمان به توحید ربوبیت به الله سبحانه و تعالی داریم، اما در بعض جزئیات، وقتی که جزئیات میگیم یعنی این معناش نیست که یعنی مسئله های کوچک، نه، مسئله های بزرگ، یعنی در بعض قسم های توحید ربوبیت مشرک میشوند. بمانندی شرک در تشریع. شرک در تشریع این شرک بینات بزرگ است، شرک اکبر است. شرک در تشریع به اجماع علما، به دلالت قرآن و سنت، یعنی شرک در قانون براری. ما میگیم امر، نهی، حلال و حرام، تمام قانون از نزد الله است. تمام سیستم کانستیتوسیه صاحبش الله است. و هستند کسانی که باز خودشون کانستیتوسیه میبرند یا برآوردن را جایز میگن. انا نمین شرک در تشریع است، یا که شرک در حکم. واقع میشوند به این چنین شرکا، یا که از اونها یگان نمودی سبحان الله بد کننده، نابود کننده های توحید به وجود میاد. الله المستعان، الله المستعان. پس اینها کسانی هستند که ایمان دارند اما به شرک واقع شدند، یا که ایمان به توحید ربوبیت دارند، به قسمی از توحید ربوبیت مشرک شدند. بمانندی امروزه گروه ها، حزب ها، بمانندی کسانی که امروز دموکرات میخواند، دولت های دموکراتی کردند، همشون گرچنده که ایمان به توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات داشته باشند، هم مشرکند در تشریع و حکم و تحکم. یا که از جهتی به قدر الله سبحانه و تعالی بی‌اعتنایی کردن، یعنی الله را چگونه ای که باید و شاید بزرگ شماری میکردند بزرگ شماری نکردند، الله را بزرگ نشماریدند، الله را قدردانی کردند، الله را قدردانی نکردند. و حق قدر الله را به جا نآوردند. صفتهای الله سبحانه و تعالی را انکار کردند، یا که در شرک الوهیت واقع شدند. شرک در الوهیت واقع شدند. این چهارمین قسم بود. قسم پنجمین در درجه های شرک، این کسانی هستند که توحید ربوبیت را به الله سبحانه و تعالی نسبت میدهند، یعنی ربوبیت را به الله یگانه به خودش، تنها به خودش، یکتا به خودش نسبت میدهند. ایمان به ربوبیت هم دارند، ایمان به ربوبیت الله دارند، ایمان به توحید ربوبیت الله دارند، اما الوهیت را انکار میکنند. الله را یگانه خودش را عبادت نمیکنند، یعنی غیر الله کسی دیگری را هم عبادت نمیکنند. شما باید خوب دقت بدهید. معنای سخن ما این نیست که توحید ربوبیت را اقرار میکنند اما در توحید الوهیت غیر الله را عبادت میکنند. نه، این فرقه پنجم، درجه پنجم شرک یا مشرکان این است که اینها توحید ربوبیت را به الله نسبت میدهند، ایمان می آورند، اما توحید الوهیت را انکار میکنند، به این معنا که عبادت الله را انجام نمیدهند. انکار، این سخن را انکار گفته میشد، یعنی این عملشون انکار است. بله انکار است. هر کسی که بگوید که ایمان به الله آوردم اما الله را یگانه عبادت نکند، او انکار نموده است. به کدام معنا انکار نموده است؟ به معنای اعراض، یعنی اعراض از اطاعت الله کرده است، از طاعت و عبادت و اطاعت الله اعراض کرده است. اعراض یعنی سرپیچی، سرکشی کرده است، روی تافته است، از عمل کردن دست کشیده است. میگه که من مؤمن هستم اما عمل نمی کند. یک روز و دو روز، 3 روز و 4 روز و 10 روز و 1 ماه و 2 ماه اصلا
عمل اسلامی از او دیده نمی شود. سبحان الله. پس اینها با میگویند که الله عبادت کرده نمی شود. بنده ها هیچ حاجت برای عبادت الله ندارند. عبادت الله یگان فایده ندارد. الله ما برای عبادت کردن امر کردگی نیست. عبادت شرط نیست، دل پاک باشد شد است. همچنین سخنها هم میگویند اینها هم مشرکند. اینها مسلمان نیستند، اینها مشرکند، کافرند. و این مذهب پنجم هم مذهب و سخن طائفه از فلاسفه است، فلاسفه و ملحدا است. سبحان الله. درجه ششم، طائفه های ششمی که مشرک هستند میگن که یا کسانی هستند که اینها الوهیت رو به الله نسبت میدهند. یعنی ربوبیت رو هم، توحید ربوبیت رو هم به الله نسبت میدهند. به توحید ربوبیت ایمان دارند، به توحید الوهیت هم ایمان دارند. یعنی توحید الوهیت رو هم به الله اثبات میکنند. اما سبحان الله در قسم مشرکند. یا که توحید الوهیت رو بگویم الوهیت رو به الله اثبات میکنند، میگن که الله بله باید عبادت کرده شود، الوهیت رو به الله نسبت میدهند، اما الله رو یگانه عبادت نمیکنند. توحید ربوبیت هست میگن، توحید الوهیت هست میگن، اما عملا شرک رو، عبادت رو در شرک و شرک رو در عبادت آمیخته میکنند و عبادتشون به شرک واقع شده است، آمیخته شده است. یعنی مشرک در عبادت میکنند، غیر الله را در عبادت سبحان الله میپرستند، غیر الله را عبادت میکنند. دین بسیاری مشرکین انمین چنین است. چخیل الله را هم عبادت میکنند، غیر الله را هم عبادت میکنند. الله را عبادت میکنند، غیر الله با همراهی الله یک الهه دیگری را هم عبادت میکنند. وقتی که میپرسی که مسلمانی میگد بله الحمدلله توحید ربوبیت ما قبول داریم، الله خالق است و رازق است و مدبر است و مالک است و حاکم است و مشرع است. توحید الوهیت را قبول داریم که الله باید عبادت کرده شود، اسما و صفات را قبول داریم، اما میبینی که غیر الله را عبادت میکند و با همراهی الله یک چیزی دیگری را که غیر الله هست با اون را میبادد. این مشرک است و بسیاری مشرکین امروزه همینچنین است. مشرکایی که الله را عبادت میکنند، اولیاء را عبادت میکنند. مشرکای رافضه الله را عبادت میکنند، 12 امام را عبادت میکنند، قبر پرستی میکنند، از اونها دعا میکنند، به اونها سجده میکنند. صوفی های غلط الله را عبادت میکنند، غیر الله اولیاء اقطاب و انداد و سبحان الله اکشاف را عبادت میکنند. اشاعره و ماتریدی الله را عبادت میکنند و غیر الله، از غیر الله توسل گرفتن به نزد الله، غیر الله را دعا کردن را جایز میدانند، از مرده و غیره. امروزه حزب‌هایی برآمده الله را عبادت میکنند و غیر الله، حکم غیر الله را اراده میکنند، قصد میکنند، برای تطبیقش حرکت میکنند و غیر الله را عبادت میکنند. سبحان الله. پس ما باید از همه این نمودش، از همه این نمودهای شرکی که بیان کردیم دست کشیم. الله را عبادت میکنند، مزار پرستند.
الله را عبادت میکنند و خودشان را مسلمان میگند و حاجی می هستند، حج میروند، اولیا پرستند، قبر پرستند، دیوانه بهاءالدین پرستند، شیخ مصلح الدین پرستند، قبر ایشان پرستند. همه اینها انمین چنین است. کسانی هستند که توحید الوهیت ربوبیت رو اثبات کردند، گویا که میگن که بله هست، اما غیر الله را هم عبادت میکنند. حکم اینها چیست؟ اینها مشرکند. اگر لا اله الا الله درست در اول گفته و فهمیده در اومده باشند مرتدند. بله مشرک مرتدند. این حکم الله و رسول است. هیچ جای ناروزگی وجود ندارد. و هفتمین نمودی درجه شرک، طائفه هایی که به شرک واقع میشن، این شرک اصغر است. یعنی کسانی هستند که تمام نمود توحید را اقرار میکنند، قبول میکنند، عمل میکنند، اثبات میکنند، ایمان دارند به توحید ربوبیت، به توحید الوهیت، به توحید اسما و صفات، موحدند. اما از این نمود انسان ها، از این طائفه، بعض عمل های به وجود می آید که کمال توحیدشون را نابود میکند. یعنی مخالفت در بعضی از فروع توحید دارند و این انسان ها یعنی به شرک اصغر واقع میشن. اینها را مشرک اکبر گفته نمی شود، اما به شرک اکبر واقع میشن. به شرک اصغر واقع میشن. به شرک اکبر واقع نمیشوند، اما به شرک اصغر واقع میشوند. شرک اصغر از اینها صادر میشود و اینها کمال توحیدشون نابود میشد. درجه بالای قله توحیدشون نابود میشد و توحیدشون به پایان میآید. توحیدشون ضعیف میشود. شرک اصغر که امروز سبحان الله جوش میزند، شرک اصغری که در ربوبیت وجود دارد، شرک اصغری که در ربوبیت وجود دارد، بمانند آویزان کردن تومورها یا که رشته و این و آنی که برای برار کار و غیره می شود. سبحان الله، تبرک ممنوع و غیره و غیره. پس شرک اصغر در الوهیت هم وجود دارد. ریا و خودنمایی و عبادت به غیر الله انجام دادن. وقتی که شرک اصغر به وجود آمد، انسان گرچنده که مشرک نمی شود، او از دایره اسلام بیرون نمی شود، اما توحیدش خیلی هم ضعیف می شود. این بود درجه های سبحان الله شرک. این بود مخالفت های توحید که ما باید شناسیم و از اینها برحذر باشیم. یعنی شناختن این درجه ها، شناختن این 7 طائفه و 7 درجه شرک به ما میفهماند که ما باید از این چنین عمل ها دست کشیم و بعد از این از همین نمودی انسان ها هم دست کشیم. من الشرک و اهلی، یعنی هم از این عمل ها که شرک است دست کشیم و هم از اهل همین عمل، یعنی کسانی که همین عمل ها رو انجام میدن از اونها باید دور بشیم، حجرش بکنیم، براءت بکنیم. بارک الله فیکم. و باید بدانیم و همیشه باید بدانیم و در ذهنمون داشته باشیم که توحید و ایمان هیچگاه با همراهی شرک در یک قلب، در یک دل جمع نمی شود. توحید و ایمان صحیح. چرا ایمان صحیح؟ برای که ایمان امروز به فهمهای گوناگون فهمیده می شود. مرجئه ها به خودشون یک فهمی غلط دارند که عمل را از ایمان نمی دانند، زیاد و کمشوی نمی دانند. خوارج یک فهم دارد، معتزله یک فهم دارد، جهمی ها یک فهم دارد. برای میگیم ایمان صحیح یعنی ایمانی که به فهم سلف این اومد، به فهم صحابگان، به فهم قرآن و سنت، ایمانی که اهل سنت و جماعت میفهمند. ایمان صحیح نطق و اعتقاد و عمل زیاد و کم می شود. همین ایمان صحیح و توحید هیچگاه با همراهی شرک در یک جا جمع نمی شود. اگر شرک اکبر باشد باید ندانیم.
یعنی وقتی که شرک اکبر به وجود آمد 100% توحید از بین می رود. یک شرک آمد تمام نمود توحید و تمام نمود عمل که پیش از این کرده بودید نابود می شود. و من یشرک بالله فقد حبط عمله. هر کسی که شرک رو انجام داد به تحقیق تمام عملهایی که پیش از این کرده است نابود شد. حج رفته بودی، زکات داده بودی 10 سال و 20 سال، خیر و نیکی و صدقه و قربانی و سبحان الله چقدر خیر و ثوابایی کرده بودی، نماز و روزه و حج و زکات کرده بودی، شرک اکبر را انجام دادی، همه اون عملهایت باطل شد، نابود شد. در نزد الله یک ذره باقی نموند. ذخیره ای که کرده بودی همه اش نابود شد. به مانند این که تو یک خوشه را یا گندمی را یا که یک دیگر از نمود غذا را جمع آوری کرده، بعد از مشقت های زیاد ذخیره کرده بودی که یک آتش سبب شد سوخت نابود شد یا یک سیل آمد همش رو گرفت و رفت، که در نتیجه برای تو هیچ چیز از این همه مشقتی کرده ات باقی نماند. همچنین است هر کسی که 20 سال و 30 سال و 40 سال عمل کرد، مسلمان شد، کوشش کرد، مشقت کرد، اذیت کشید، حرکت کرد، اما توحید را نفهمید، شرک را نفهمید و به شرک اکبر واقع شد، پس تمام این مشقتش، تمام عملهای کردهش نابود است. اما توبه کند، باری دیگر به سوی الله بازگردد، توحید را بیاموزد، بفهمد، شرک را بیاموزد، بفهمد و براءت خود را از شرک اعلان کند، از اهل شرک اعلان کند و دوستی خود را به توحید و اهل توحید اعلان کند، چنگ زند به حبل الله، قرآن و سنت، به توحید، به کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله، شهادتین، البته نجات می‌یابد. اما اگر توبه نکرد و وفات کرد، ابدالابد در جهنم است. کسی که شرک را انجام داد، شرک اکبر را، وفات کرد، نمازش، روزهش، حجش، زکاتش، یگان عملش قبول نیست، یگان خیر و صدقاتش قبول نیست، در جهنم ابدالابد می‌سوزد. این سخن الله است که میگه در سوره نساء: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله نمیبخشد هر کسی را که شرک اکبر را انجام داده است و در همین حالت شرک اکبر وفات کرده است، یا شرک اصغر را انجام داده است و در حالت شرک اصغر وفات کرده است. یعنی عموم است، هر کسی که شرک را انجام داد و وفات کرد الله نمیبخشد. شرک اصغر موافق شرکش جزایش را میگیرد، یا عذاب میکشد در جهنم، یا که در روزی سوال و جواب شرمنده و شرمسار، یا که ثوابهای زیادش میرود و عاقبت به جنت میرود بعد از جزایش. اما کسی که شرک اکبر را کرده است ابدالابد در جهنم است. بار دیگر تکرار میکنیم که همان وقت این عبادت های شما، خیر و صدقات شما، عمل های خوب شما، آداب و اخلاق شما به حساب گرفته می شود، به عنابت گرفته می شود، همان وقت قبول است، همان وقت به شما نجات می شود که شما موحد باشید و شما شرک را انجام نداده باشید، از شما شرک صادر نشده باشد. شرک اکبر صادر شد، توحید و ایمان نابود می شود. از همین جد میگیم که توحید و ایمان با همراهی شرک اکبر در یک جا جمع نمی شود. اما توحید و ایمان با شرک اصغر جمع شدنش ممکن است، چخیلی که در سوره یوسف آمده است، آیت 106 که الله میگه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر آنها ایمان به الله نمی آورند مگر اینکه آنها مشرکون هستند، مشرکا هستند. یعنی اکثر اینها ایمان به الله می آورند و در حالتی که مشرک هستند. یعنی چگونه در اینجا میبینیم که ایمان به الله آوردند و باز مشرکند؟ در اینجا علما میگن که این یعنی شرک در اینجا دو معنا رو میده، ایمان و شرک دو معنا رو میده. و سلف این امت این آیات رو البته تفسیر کردند. اولا میگن ایمان به ربوبیت و شرک در الوهیت. ببینید: و ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان نمی آورند بسیاری اونها به الله مگر اینکه مشرکان هستند. یعنی ایمان می آورند در توحید ربوبیت و مشرکان در توحید الوهیت. این سخن سلف این امت است. مراد این ایمانی که در این آیت سوره یوسف و 106 اومده است: و ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثر انسان‌هایی که به الله ایمان می آورند،
اونها مشرک هستند. ایمان به الله به چی میارند؟ به ربوبیت الله. ایمان به این که الله خالق است، یگانه خودش، رازق است، مالک است، مدبر است. اما مشرک میشن، مشرکند. ایمان به الله در ربوبیت آوردند الا و هم مشرکون، در حالتی که اونها مشرکند. مشرک در الوهیت، یعنی توحید ربوبیت رو قبول کردند و عبادت رو به غیر الله انجام میدهند، یا که بین خود و بین الله رو سبحان الله واسطه میگیرند. قبر رو، اولیا رو، پیامبران رو، ملائکه ها رو، چیزی را نباشد. یا که به مرده ها خطاب میکنند که، یا به ملائکه ها خطاب میکنند که در نزد الله ما را شفاعت کن و غیره، که عیناً شرک مشرکین همچنین بود. پس این نمود ایمان و این نمود توحید قبول نیست. هر کسی که ایمان به توحید ربوبیت دارد یا توحید ربوبیت را قبول کند و ایمان آورد، اما در توحید الوهیت مشرک باشد، قبول نیست. ایمانش صحیح نیست. این ایمانش ایمان شرعی نیست و این ایمان او را به جنت داخل نمیکند و این کافر است. چرا که شرک در اینجا وجود دارد. این چنین شدنش ممکن است که یک کس به توحید ربوبیت ایمان آورد و در توحید الوهیت مشرک باشد. خیلی که ما در جراجای شرک بیان کردیم و مشرک زمان عرب هم، زمان پیامبر صلی الله علیه و آله، ابو جهل هم همچنین مشرک بود. در توحید ربوبیت قبول داشت، گرچه که کاملا نباشد هم، اما در توحید الوهیت این کار داشت. معنای سوره یوسف واتی 106 را علمای سلف این امت همچنین تفسیر کردن. این تفسیر اول. تفسیر دوم، معنی داد دوم این است که میگند ایمان در اینجا اصل ایمان است. شرک، مقصود از کلمه شرک، شرک اصغر است. یعنی و ما یؤمنون اکثرهم بالله، ایمان نمیارند اکثر آنها به الله مگر این که اونها مشرکند. یعنی اونها اصلی توحید را دارند، اصلی ایمان را دارند. ما گفتیم مرتبه های ایمان، اصل ایمان 6 است: توحید، ترک شرک، الولاء والبراء، الكفر بالطاغوت، عدم الامتناع والتولي و خواندن نماز و دادن زکات. یعنی اصل ایمان است. یعنی اصل ایمان دارند. اصل توحید یعنی مقتضای لا اله الا الله و ایمان به الله دارند. رکنهای اسلام، رکنهای ایمان دارند. اما آنها مشرکند در چی؟ شرک اصغر. یعنی از اونها شرک اصغر به وقوع میپیوندد. شرک اصغر شرک است که با ایمان صحیح و با توحید صحیح در یک جا جمع شدنش ممکن است. شرک اکبر وقتی که واقع شد، توحید و ایمان نابود می شود. چرا که شرک اکبر و توحید و ایمان صحیح در یک جا جمع شدنش ناممکن است. هر دو این نقیضان است و ضدان است، به مانند شب و روز است. اما شرک اصغر، شرک میده، با همراهی توحید و با همراهی ایمان در یک جا آمدنش ممکن است، گرچه که حرام است، جایز نیست. نباید ما شرک اصغر رو انجام بدیم. صاحب شرک اصغر البته بخشیده نمی شود. اما یک انسان موحد، مؤمن و در همون حالت هم مشرک شرک اصغر، یعنی شرک اصغر رو انجام دادنش ممکن است. ما این انسان رو مشرک نمیگیم، کافر نمیگیم، بلکه میگیم که اصل ایمان و اسلامش وجود دارد و سبحان الله کمال توحیدش نابشته است. سبحان الله. یعنی بعد از این فهمیده میشد که این آیت سوره یوسف آیت 106 چه فهمیده میشد؟ فهمیده میشد که ایمانی که ایمان شرعی هست و مقبول است و انسان از آتش جهنم نجات میدهد. ایمانی که توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات دارد. اما شرکی که در این آیت آمده است مقصودش این است شرک اصغر. بمانند یک آدم موحد قسم به غیر الله بخورد، یا یک ریای کم ریا داشته باشد، یا که الله به اون نعمت داده است به سبب یک انسان، همون انسان به شکر گوید، یعنی به انسان شکرگزاری، به انسان ها شکرگزاری کند. الله به اون نعمت داده است، به انسان ها شکرگزاری کند. یا که به رضا، یا که بگیم به قدر رضا نباشد، به قدر الله آفریده رضا نباشد. در مسئله بلا و آفت ها و مصیبت ها به قدر الله رضا نباشد. اینم البته شرک اصغر است، رضا نبودن. البته یک قسمش، اما
شدیدا راضی نبودن، هر یک شرک اصغر به درجه اکبر رفتنش ممکن است و به نیت انسان و به عمل او وابسته دارد. بارک الله فیکم. پس با همین فهمیده می شود که چگونه توحید و ایمان صحیح با شرک اکبر جمع نمی شود، هیچگاه در یک جا جمع نمی شود، و چگونه توحید و ایمان صحیح با شرک اصغر در یک جا جمع شدنش ممکن است. که انسان موحد باید تمام نمود شرک را انکار کند و از تمام نمود شرک دور باشد. بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان می رسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما مسائلی که تعلق‌های توحید و شرک دارد بیان میکنیم. البته مسائلی بزرگ وجود دارد، همین اونها را یک به یک به شما ذکر میکنیم. اللهم علمنا مما ينفعنا و ينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم.